پرویز تیوی کانالی که با نشر ویدیوهای داغ از تاجیکستان نام برآورده است، روز 2 آگوست سال 2022 ویدیوی لحظه فوش شدن آرامکاری‌های نفری را نشر کرد که خود را کارمند مقامات گرفته در کوچه‌های دوشنبه تلفن‌های راهگذران را گویا برای تشخیص کشیده می‌گرفت و سپس در عوض 50 یا 100 سومونی به صاحبان تلفن‌ها پیشنهاد می‌کرد که تلفن‌های خود را از وی خریده پس بگیرند. پرویز تیوی می‌نویسد آرامکاری این به نام کارمند مقامات از طرف یک جوان ساکن ناحیه رودکی آشکار شده است. این جوان اول از تعدید این کارمند مقامات که تلفنش را برای تشخیص کشیده گرفته بود ترسیده به او 50 سومونی هم داده تلفنش را پس گرفته است، ولی راهگذران به او اصل گپ را فهمانده مصلحت دادند که حجت‌های آن جوان را بپرسد که آیا در واقع کارمند مقامات است یا نه. بعد جوان فریب خورده از قفای آن فریبگر شده چگونه گریختن کارمند مقامات را ثبت کرده است. در ویدیو دیده می شود که جوان فریبگر می خواهد فرار کند، ولی صاحب تلفن از قفایش رفته با اصرار می پرسد که شهادتنامه کارگر مقامات بودنش را به وی نشان دهد وگرنه به مقامات واقعی شکایت می کند. وقتی که به کارمند مقامات گفتند که او را به مقامات واقعی می سپارند وی ترسیده از آنجا گریخت. پرویز تیوی از همه خواسته است که اگر این جوان فریبگر را که از نام مقامات سوء استفاده می کند شناسند به میلیسیا خبر دهند.